و دوستای عزیز ما هم امشب مهمان شیربچه‌های تخار هستیم، در ترکیه در قزان هستیم. امشب محبت کردن و ما فکر میکنم امیال بیخی در تخار هستیم. شما خو باشگاه قزان رو میبینید یا ماندن هم اینجور زهدت خوب از جان جور از خوب هستی جان بخیر هستی نفر تیک تاکی یکی دیگه باز در تیک تاک چی گفته بود این بیادر شفی ایار چکم سلمان آدم هست بخیر باشید لالا خوب هستی خواهد سردت خوب است جان جور از خوب هست نامه که یوسف جان رحیمی یکی از دوستایی که سخت علاقمند آقا بیادر است. یوسف جان بسیار زیاد تشکر از لطف. بخیر سلامت باشی زنده باشی. آقا وارث سلام برسه جور بخیر ساعتت خوب است جان جور است. آقا وارث چطور نامش برش میخوانه نه وارث اگر نام همین جمیل میمونده میخوانه ایره یک چند روز پیش می آمدی میگیره خب ریشان هم موندگی دوار موندگی اصلاح کرده بیادر واحد نجان سلام برسه جور بخیر ساعتت خوب نامه که محمد ایوب جان خوب است انشاءالله صحتت خوب است جان جور است. ایوب که هست مثل قاره است یه مثل چهره جذاب دار آقا ایوب خوب. سلام و درود به تمام هموطنان عزیزمون که از هر گوشه و کنار ما را تماشا میکنن. تمام شیربچه‌های بدخشان که ما را از هر گوشه و کنار که تماشا میکنن چه در خارج چه در افغانستان یک سلام خاص. سلام به شیربچه‌های سمت شمال و خصوصا بدخشان. سلام کرامات برسد دوستان عزیز هر یکی از این جور و موفق سرفراز باشین دیگه. ما بعد از مدت‌ها آقا سه و دیگه در ترکیه گیر کردیم امشب نخواستیم هر کسی میشه باید پیش ما باشه. خدای زنده خوش آمدین بازم خوش باشی بخیر باشی قربانتان که بازم و امشب دیگه کاش که شما میبودید دوستای عزیز از کدام سرت بگویم تو باور که اولین دسترخوانی از کربا هم دارم لطف کردن کربا و از نوشابه است و همه چیز یک طرف همین صمیمیت و محبت کل چیزا. بسیار زیاد تشکر از خودت وارث جان، بسیار جان از خودت تشکر، لالا از خودت تشکر. بخیر باشی. سلام. هر چیزی که خریدی هر چیزی که میخوره پیسه‌ش ندی نه دیگه من کس بود که هم پیری ما خدا بخیر باشی با عزت سلامت باشی بخیر باشی. دوستای عزیز ما عینان نوشیان میکنیم هر بچه‌ای که در هر سه هستن جور آرام باشن با امید آرامی سرفرازی وطن عزیز ما. همه ما و شما دوستا و عزیزا را در وطن خود داشته باشیم، در تخار باشیم، در فخار باشیم، در قندوز باشیم، در مزار باشیم، در سیمچار ولایت افغانستان. کل ما در خوست بشینیم، در گردیز بشینیم ان شاء الله. این محبت که ما داریم ما بین خود ما و شما هیچ جایی دیگه خاصه در میمان نوازی باشه، در اختلاط، در محبت، یک جا شیشت بعد خواست کردن باشه، در راه رفتن باشه، بسیار محبت داریم به هم دیگه انشالله. باز 4 تا که یک جایش دیم یکی دیگر چاخکاری میکنه. تقاضای من بچه همی هست هر جایی که هستی بیایی که نگوییم که منم و توی بیایی که یکی دیگر رو بپذیریم. 4 تا که یک جای میشیم در سر یکی دیگر نزنیم. ما اگر طرف جوانای ایرانی ها ببینیم دیگه جوان ها ببینیم بیایی که بسازیم خدا بین یکی دیگر بسازیم. 2 تا 3 تا دیگه در یک شبکه جور نمیانه بیا انشالله. خدا کنه که مسافری به خیر همگی باشه کلگی و سر خوش برده باشه. او که مثلا سعی کنی که دلار خیز دمی $2 گوداری داره. به خیر همون کس باشه انشالله. ما و شما همدست باشیم، اتحاد و اتفاق باشیم، همدیگر خود بپذیریم، کل چیز میشه. مهم همی است که ما همدیگر خود بپذیریم. ازبک، پشتو زبان، تاجیک، هزاره پشه‌ای باشه.
باید همدیگر خود رو بپذیریم. و فقط پیام در تمام وطنداری ما در هر جایی که هستن اول به همدیگر خود رو بپذیریم. همدیگر پذیری که باشه وطن هم آباد بشه، ما در یک جایی هم میرسیم، از همدیگر شکایت نمی‌داشته باشیم، بسیار با صمیمیت زندگی خوبی آغاز میکنیم. بخیر سلامت باشی اتیمس، بخیر باشی زنده باشی. بخیر سلامت باشی دوست عزیز. ما نان نوش جان میکنیم و شما هم تا بالا چینل ما رو سابسکرایب نکرده بران صدیقی چینل جدید آقا بدر از برای اینو سابسکرایب کنی، هر کس نگران آجوان باشه. بخیر سلامت. شروع بخیر. این دیگه مو ازبک پلاو است دیگه. این تاجیک پلاو است. تاجیک پلاو است. زارانی پلاو. زارانی پلاو. این زارانی پلاو است. این زارانی پلاو است.